خوش اومدید به روز 4. امروز 4 روزیه که من اینجا و اینکه شب برمیگردم. الان الکی دارم تو خیابون راه میرم چون نمیدونم کجا برم و اینکه جایی که به عقلم میرسید و رفتم دیگه. الان نمیدونم کجا برم. راستش نزدیک این برج رسیدم. یه ساعت 2 ساعتی میشه که از هتل اومدم بیرون. نزدیک این برج اتاکوله رسیدم. نمیدونم برم داخلش نرم داخلش. ذاتا شما این ویدیو اینجا رو دیدین. اگه ویدیوشو ندیدین اینجا عکسشو میذارم. ولی خب الانم بریم یه دوری بزنیم دیگه جایی نمونده که بهتون نشون بدم. نمیدونم مشکل چیه. هر دفعه که یه جای مسافرت میرم بعد مثلا اون روز آخر که میخوام برگردم اون روز نمیدونم چیکار کنم، ولی اینجوری هم هستم که دوست ندارم برگردم مثل امروز. ولی خب اگه بلیط هواپیما رو نگرفته بودم میتونستم امشب بمونم، ولی حالا گرفتم دیگه. خلاصه من همیشه همینجوریم. از در جلو بریم یا از در پشت؟ دقیقا دارن چیکار میکنن؟ اینجا رو نگاه، اینا هم جنگل رنگی شدن. درختش چه خوشگله. این اون درخت تو ویدیو قبلیه با یکم تغییرات. ویدیو اول که گذاشتم ببینیم. چقدر خشنگه اینجا. من تا حالا کریسمس اینجا نیومده بودم، فقط اینکه تو حالتهای نرمال اومده بودم. روزی که چیز کریسمس هم گذاشته. اون آبمه که دیروز رفتیم، فروشگاهی که دیروز رفتیم، اگه ندیدین ویدیو قبل رو نگاه کنین. این قیمتاش تو هول هوش همونه، یعنی تقریبا یه جورن دیگه. I'm lost, right beside you. Just the one more night I'm falling out about. I'm lost, right beside you. Just the one that's way up found and from above. I'm lost, right beside you. Just the one more night I'm falling out about. I'm lost, right beside you. Just the one that's way up found and from above. بچه‌ها داشتم کتاب رو نگاه می‌کردم، ببین چی پیدا کردم. کتاب کبرا خانم اسقرآقا. یه لزومی نداره برای نمک به کشورهای دیگه متکی باشیم. کبرا نوشته دیگه. آها اینجا رو من قبلا دیدمش فکر کنم. آره قبلا اینو دیدم. یه رستوران ایتالیاییه که خیلی با قیمت‌های فضایی. beside you. Just the one more night I'm falling out about. I'm lost right beside you. Just the one that's way up out and from above. قیمت اینو پرسیدم، پشماتون بریزه.
آلتیبین بشود 6500 لیره و اینکه اونا 5 این یه دونه نمیدونم چی اباحتی داره یا مثلا چی این 7000 و اینکه اینو فکر کنم 4 گفت گرون ترینشون همینه. بذارین روشن کنم کار نمیکنه. کار میکنه. 6000 لیر. حالا این پول بدم. من از بیکاری برای خودم غذا سفارش دادم، منتظرم غذا بیاره بخورم. بعد دیگه اصلا اینجا چیز جالبی نداشت و یواش یواش برم بیرون ببینم دور و برش چی میتونم دور و بر پیدا کنم. واقعا حوصله‌ام سر رفته. نمیدونم دقت کردین یا نه، ولی اگه خیلی توی پاساژ اینا باشی سردرد میشه و من نمیخوام سردرد شم. غذام بخورم میزنم بیرون. خودم به حساب خودم از روی نقشه اومدم، بعد ولی اشتباهی رفتم توی کوچه دیگه. الان رسیدم به یه راسته که پر مغازه. من قبلا اینجا نیومده بودم. یک حرکت اشتباه منو به مغازه رسوند. از خدا شد دیگه. به جایی که راسته‌ای برم که هیچ مغازه‌ای نیستش، الان هم راه خودم میرم با کلی جای جدید. A few moments later. من خریدمو کردم. کلاً شدش که 1200. این که دارم میرم دیگه. یه نیم ساعتی هم هستش که یه نیم ساعتی هم هستش که من پا نگاه نکردم. انشالله دارم درست میرم. بریم ببینیم آخر این راسته به کجا میرسه. این اگه با دامن کوتاه بپوشم اینجوری میشه، خیلی عروسکی میشه. اینم یه حرکت جدید، تو مغازه لباسو بخریم بپوشیم بریم سر قرار. ما رفتیم. داخل و برم گیت 107. پیش به سوی خونه. واقعا که هیچ جا خونه آدم نمیشه. هر چقدر هتل بری، بهترین هتل بری، خونه چیز دیگه. چقدر این رنگی بهم قشنگ بوده. من اصلا این رنگی نپوشیده بودم. نمی پوشیدم زیاد. پوشیده بودم ولی نمی پوشیدم زیاد. Is ready for departure gate number 105.